کتاب هایی که قبلا دانلود کردیم 1-2 ماه پیش از کانال آذر باش کتابخاناسه و یک کتاب رو دوباره باز میکنیم. من راستشو بخواید دارم لذت بسیار عجیبی از خواندن این کتاب ها میبرم و به خودم دارم افتخار میکنم که در مدت حدود 3 ماه خورده‌ای که تلاش کردم کتاب بخونم و این رو هم در حضور دوستان، بعضی از دوستان در لایو آغاز کردم برای اینکه یه انگیزه داشتم باشم و یه ریایی بکنم و دوستان هم بتونن جسارت بکنن برای یادگیری یک چیز جدید، به خصوص خواندن کتاب‌های خطی. ببینید دوستان، در 250 سال گذشته تمامی کتاب‌هایی که نوشته شده برای از بین بردن اعتماد به نفس ترک‌ها نوشته شده. در نتیجه تاریخ رو، همه چیز رو در مورد ترک‌ها تغییر دادن و تمامی خوبی‌ها و زیبایی‌های جهان ترک رو به زشتی بدل کردند و یا اصلا نادیده گرفتند.
آغاز کتاب. در گذشته کتاب کاغذ بسیار 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 گران بوده، خالی میذاشتن که خوانندگان اگر فکر و نظری دارن در این قسمت ها یا در حاشیه خود مطلب در سه بخشی که سفید میذاشتن، حالا ببینید در کتاب چه شکلی در اونجا بنویسن. حالا اینجا یک کسی این رو زده، بعد از برمیگردیم چی هست دوباره میبینیم که سفیده و اینجا هازا کتاب خسرو و شیرین فیلسان ترکی. اینجا یک چیزی نوشته شده به این خط نیست. حالا یه توضیحی در این باره بدم دوباره برای اولی که دوستان، اگه این کتاب رو رفت شسته دارید می‌بینید که تمیز نوشته شده، این قبلا یک چکنویسی داشته، این چکنویس رو نوشتن، آورده کردن، غلط‌هاش رو گرفتن، حالا دادن دست یه نویسنده زبردست نشسته و این کتاب رو براساس این مشخصه این چکنویس رو الان می‌بینیم این دست‌نویس مقاله آخر می‌کنیم. حالا این کتاب رو می‌بینیم، حالا این یکی کرایه کرده باشه، اما که اصلی یا مستحالی کرده و نوشته شده باشه. حالا این نویسنده که این رو نسخه برداری از اونجا هرچی هست کتابی دست میشه، حالا چندمین نسخه از نسخه اصلی هستش، اون رو بنویسه اینجا. ممکنه که بعضی جاها یه اشتباهی بکنه، کلمه اشتباه بکنه نیاد تمیز اینو تصحیحش بکنه، در چه غلط بنویسه، غلط امانت مراعات نمیشه. یا بعضی جاها به فکر میکنه که حالا این شعر باید اینجوری بوده، اونجوری شعر بشه، اصلاح بکنه که مصححان کارشون حالا اینجا می‌بینید کتاب شروع میشه به زبان، چون اینجا نوشته ترکی، این کتاب رو می‌خونیم چند صفحه. این کتاب گفته که 454 صفحه هست، یعنی در PDF هم 454 صفحه هست، در اصل اورجینال این کتاب در اینجا هم 304 چون خیلی طولانی و اگر من هر سفری برام بزنم یه همینجوری بکنیم چند صفحه اول، مثلا 20 صفحه اول می‌رسیم چه شکلی. مثلا اینجا دیدیم که مطلب قطع میشه و یه مطلب جدیدی شروع میشه، یعنی یه چهارراه باز کرده اینجا با خطکش. نگاه کنید حالا صفحات اول خطکشی که شده با خط قرمز خطکشی شده و این اینجا با خط سیاه هم خطکشی میکنن، اومدن متن در نتیجه این گذاشته کنار، یه این کار نکرده. این صفحه هرچه قلم قرمز و قلم سیاه 4 تا خط کشیده در هر دو مصرع و یک کاشی کرده، ولی در صفحات بعدی این رسیده فقط با مداد قرمز اومده کار کرده، مصرع‌ها رو از هم جدا کرده. حالا یک کار زیبایی که در این کتاب شده و خیلی جز مزمش های این کتاب باشه اینه که اومده استعداد داشته، یعنی چی؟ این اومده روی علائم حروف صداهای این حروف رو گذاشته. ما می‌دونیم که الان نویسنده این حرف رو چجوری ادا می‌کنه، صداش چه شکلی می‌مونه، اون رو الان می‌تونیم ببینیم. البته همین کار می‌کنه که بعضی از این که من ندیدم در چه شکلی ادا می‌کنم، در این کمال که باید
در توحید. این هم مطلب بعدی هستش که نوشته، ولی دوباره اینجا می‌بینیم که دو بیت دیگر رو اضافه کرده برای که هر حزبی به کسی دیگر برسه که دو بیت یه جایی فراموش کرده. و اینجا می‌بینیم که حالا این چیزی که عرض می‌کردم سه طرف مطلب معمولا برای نوشتن سفید میذارن برای نوشتن. حالا اینجا میبینیم که یه مقدار تغییر داده در نوع و قالب صفحه بندی و کادر بندی. یک بیت آخر اون چیزی که Get a credit card annual fee waiver and earn Scene Plus points faster with the Scotiabank Ultimate Package and bank more entertainment. Learn more at scotiabank.com/bankingpackages. Conditions apply. Scotiabank. You're richer than you think. چیز رو ببینید که اینجا داستان گرچه به خسرو و شیرین مربوطه، اما همونطور که می‌بینید نویسنده اول اعتقادات دینی خودش رو صریح بیان میکنه، موضع اعتقادی خودش رو، دینی خودش رو، ایدئولوژیک خودش رو به میدان میذاره که خواننده بفهمه با چه کسی طرفه، با چه ایدئولوژی نویسنده‌ای که میخواد کتابش رو بخونه با چه ایدئولوژی مسلحه و چه چیزی رو در متن داستان خسرو و شیرین یا هر داستان هر کتابی که داره می‌نویسه چه چیزی رو به حتی شاید به طور ضمنی به ذهن شما داخل خواهد کرد و ذهن شما رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. این کتاب یه بازی با در اصل شما ممکنه در ظاهر با یه داستان رو باشید، ولی در اصل اون کتاب حامل اون داستان حامل نکات ایدئولوژیک دینی هستش که نویسنده داره میبره. در نتیجه در گذشته نویسنده های ترک و عرب با ذهن خواننده بازی نمی‌کردن، اونها رو سوره نمی‌بردن، عقل اونها رو این موقع من مسلمانم یا شیعه‌ام یا سنی‌ام، مذهبم این اعتقادم نسبت به اینها رو میگفت و خواننده متوجه میشه که من موضعم با این آدم میشه، من در این مقابلش حالا چه باید مصلحتی بگیرم. ولی الان انسان‌ها به نام بی‌طرفی تمامی ایدئولوژی ها به نام بی‌طرفی بودن، هر ایدئولوژی چی داره به نام بی‌طرفی داره این میزونه که هیچ کسی در جهان نمیتونه بی‌طرف بشه، هیچ کسی در جهان نمیتونه بی‌طرف بشه، چون این عقل انسان، این مغز انسان در طول زمان و در جامعه‌ای که روش کرده به یک چیزهایی عادت کرده، چه بخواد چه نخواد اونها رو بخود جمع میکنه و اون کلماتی که در جامعه هست مغز شکل میده. مغز مثل داره که کلمات رو بشنیدی یاد میگیره، آموزه نیست کلمات این معنی رو نه کلمه چه معانی های جانبی و غیر چیز داره. نگاه کنید مثلا من حالا کلمه جان اینجا گفته گل ای جان مطلب اعلا لرسن، گل ای جان مطلب اعلا لرسن، بیل ای دل مقصد اقصا سلرسن. حالا جان میکنه از کامپیوتر به پرسید چیه میگه آقا ممکنه به معنی بدن گوشتی باشه، ممکنه به معنی روح باشه، ولی اگر از شما بپرسن آقا جان گرم یا سرد، به نظر شما جان مربع هست، مستطیل، دایره هست، قیسته، لوزیه، چیزیه؟ به نظر شما کلمه جان گرم، سرد، معتدل، ملایم؟ به نظر شما این کلمه در حرکت یا ساکن؟ به نظر شما این جان بیمار یا سالمه؟ به نظر شما این جان
برنده هست یا کنگو؟ چی؟ برنده نیست. به نظر شما این چیزه یا برنده نیست؟ چی؟ دنیا چیزتر بود. به نظر شما این گرمه یا سرد؟ شما این معانی رو در جامعه گرفتید. هر کلمه‌ای رو که در جمله خودتون انتخاب میکنید با دقت برای بیان یک معنی خاص استفاده میکنید. کامپیوتر اینها رو ممکنه نفهمه الان، اما انسان ها اینها رو میفهمن. جانم یانم نده ما شنیدم گرخورم سویرم، اینها هر یک معانی بسیار احساسی داره که ما در جامعه یاد گرفتیم. مثلا کلمه باران برای یک آدمی که 80 سالشه با یه آدمی که 20 سالشه از نظر اینکه این گرم سرده، از نظر اینکه این باران، کلمه باران عاشقانه است یا دشمنانه است، خصمانه است، به احساس شما وابسته است. خب حالا از اینها دوباره می‌بینیم که خاطبندی ها این شکل داره ادامه پیدا می‌کنه و با رنگ قرمز هم اینجا می‌بینیم که نوشته شده و اولش به نظر من میاد که اول اینها رو با رنگ قرمز نوشته بوده، بعد اومدن بر روی اونها با قلم سیاه نوشتن که از بین نره یا بهتر دیده بشه و می‌بینیم که همون کار هم اتفاق افتاده. اینجا دوباره می‌بینیم در حاشیه کتاب یه شعری که فراموش شده بوده بنویسن داخل یه بند یا یک بیت، جا دوباره در کنار حاشیه نوشتن. حالا من برم صفحات رو هر 100 صفحه یه مقداری بکنم که بنویسم. اینجا صفحه خط خب می‌بینیم که دیگه اون خاطر و خبری نیست. حالا من چند صفحه قبل و بعدش هم دیگه اینجوری دقت می‌کنم و اینجا می‌بینیم که این کتاب رو وقتی باز کرده این مطلبی که اول در صفحه اول می‌بینیم اینجا به شیراز این کتاب خیلی نزدیکه، ولی اینجا دیگه در صفحه سر دیگه از صفحه چند خسته شده نگاه نکرده. از صفحه احتمالا از صفحه 57 58 52 از صفحه 53 دیگه این کاربندی انجام نگرفته و اینجا می‌بینید از همین صفحه از این کتاب داره به تدریج ورق‌ها روی هم میاد که این قسمتی که به شیراز مربوطه هی کم و کمتر میشه و احتمالا در صفحه‌های مثلا 400 و 300 و 400 دیگه خود مطلب هم خیلی به سختی خواهد انتخاب. بریم صفحه 200 رو نگاه بکنیم ببینیم که 200 چه چیزی داره نگاه کنیم. اینجا خیلی نزدیک شده شیرازی کتاب اینجا هم همینطور. این صفحه 200 اینجا صفحه 22 همون می‌بینیم که سبک صداگذاری دیده میشه، فاصله دیتا همون شکل هستش. اینجا یه فاصله گذاشته برای یه چیزی که بعداً درش بیشتر اینجا همینطور احتمالاً داستان داره مثلا از اینجا تا اینجا احتمال یک مطلبی هستش که اینجا باید جدا کنیم، یه مطلب جدید داشته ممکنه که اینطور اومده انجام قبلاً می‌نوشته. اگه یادتون باشه در صفحات اول من اگه دوباره برگردم صفحات اول مثلا گفتم قصیده در توحید، قصیده در فلان، اینجا باید اون رو می‌نوشته که نمی‌نویسه. یعنی حالا به دلیلی که نمی‌دونیم
ناقص مونده کلا. نگاه کنید این کاملا ناقص مونده، مصرع اول نوشته شده و مصرع دوم دیگه نیست. این هم یه چیزیه که الان با این سرعتی که داریم میریم کشف کردیم. ببینید اینجا میبینید دو تا مطلب با دو بیت فاصله دو تا سفیدی جا گذاشته. اینجا هم از اینجا به بعد احتمالاً دو بیت داره میره. نگاه کنید از اینجا دوباره از اینجا این دو بیت هست و از اینجا به بعد دوباره اینجا همون شکل فکر کنید اینها برای علامت ثبت هست نوشته بشه، برای اینها که دیگه نیست. ببینید صفحه 300 دیدن در چه وضعیتی هستش دیگه. ببینید بخش این چیزی که داشتم پیش بینی کردم اتفاق افتاد. ما از صفحه 300 به بعد نگاه کنید اینجا 299 هستش مثلا 300 از 300 دیگه بخش از کلمات اولش دیگه نمیشه. نگاه کنید اینجا آخرش دیگه نمیشه. یواشون البته مطمئن نیستم این آخرش دیگه میشه، ولی نگاه کنید اینجا اولش این تکرار نمیشه دیگه. این مسئله که اینجا نوشته تکرار نمیشه. بریم صفحه 400 رو اینجا 400 اینجا بهتر شده، اومده یه مقدار از سفیدی بالا کم کرده، یه مقدار از سفیدی سمت، البته بخاطر اینکه کتاب داره به آخرش نزدیک میشه دیگه اون شیرازه هر چقدر به وسط کتاب نزدیک میشه کمتر میشه، هر چقدر که اول باشه یا آخر باشه اون شیرازه باز میشه و میشه صفحات رو بهتر. اینجا با یه چیز دیگه جدیدی روبرو هستیم دیگه. اون علائم صداها اعراب در عربی استاندارد گفتگو من دارم تعریف میکنم رو که باهاش مشاهده میکنه و باهاش روبرو نیستیم. حالا از کجا این شروع شده نمیدونم. من اینجا رو که میبینم 319 همین شکلیه. بریم 350 رو هم ببینیم. نه به 350 نمیرسه. You can find the song Padam Padam on any music app, but on the YouTube Music app, you'll find this rare Padam Padam Punk remix, or the Disco remix, or the Vogue remix, or the House remix too. That's a good one. Get YouTube Music Premium. Try 1 month free. احتمالاً خود قلم تغییر نمی‌کنه، صداگذاری تغییر کرده. این بیت رو یه بخشش رو صداگذاری کرده و بقیه رو یه صداگذاری نکرده. معلومه که یه عجله‌ای در کار بوده برای این کار. اوایلش هم یه کاربری کرده بود، کاربری احتمالاً یه عجله‌ای در کار بوده که این اتفاق افتاده. اینجا می‌بینیم که داستان تغییر می‌کنه. خب بریم صفحه 400 رو یه نگاه 400 خورده رو یه نگاهی بهش بندازیم. اینجا صفحه بعدی با چه کلمه‌ای آغاز خواهد شد رو در گذشته می نوشتن، ولی به اینجا فقط یک جا نوشتن. بقیه جاها اینجا دلم در صفحه های مثبت احتمالا منفی اگه یک فرض بکنیم 3 5 7 9 این صفحه ها این رو داره می نویسه، ولی در صفحه های مثبت اگر نه در صفحه مثبت می نویسه، در صفحه منفی نمی نویسه. یعنی صفحه‌ای که ورق می زنیم اینجا می نویسه که روبروش نمی نویسه. قاعدتا باید اینجا باید می نویش که صفحه وقتی صفحه رو ورق می زنیم همین کار کرد. نه این کارو نکرد. برای اینکه من فکر کردم باید این صفحه رو که میخوام این کتاب واضح بشه میخوام این صفحه رو ورق بزنیم. اینجا باید بنویسه که ما وقتی این ورق بزنیم این چی میشه. ولی میگه که این زیر نوشته، این صفحه نوشته، این صفحه اینجاش نوشته که ما بفهمیم این صفحه اینجاش چی شکلی خونده میشه. این حالا به هر حال به نظرم خط اینجا تغییر کرد. به نظرم خط اینجا تغییر کرد، داره ریزتر می نویسه و اینجا بودن شیرازه خیلی
خب بریم صفحه آخر رو هم ببینیم. این آخر کتاب رو از بالا عکسشو گرفته و نشون میده که این کتاب حتی جلدش خیلی قطور بوده که طلاکاری این قسمت صفحه ها هم انداخته مثل جلد. نگاه کنید این جلد خیلی قطور بوده و اینجا طلاکاری شده بوده. اینجا حالا از یه زاویه دیگه عکس گرفته از کتاب و اینجا دوباره از همون رو میبینیم و اینجا دوباره پشت جلد کتاب رو داریم میبینیم، با پشت جلد مواجهیم و اینجا دوباره همون و اینجا دوباره با همون دو نقاشی که در آخر هم تکرار شده و حالا اینجا آخر کتاب رو هم میبینیم. یه مهره اینجا خورده و ببینیم چیه. اینجا هم یک تاریخ میده. این تاریخ جالبه، بذارید این تاریخ رو ببینید. الهی عاقبت محمود گردان، میسر جمله را مقصود گردان. حالا اینجا فارسی احتمالا نوشته یا این چیزی. حره فی شهر شعبان، احتمالا حرره یا حرره فی شهر شعبان، در ماه شعبان نوشته شده. المعظم، شعبان معظم 995. این کتاب 510 سال قبل نوشته شده. خب محمود کردان، اسمش هم محمود کردان. کسی که این کتاب رو نوشته احتمالاً محمود کردان. یه شهری هست در نزدیکی کرج، یک روستایی هست منطقه کرج، اسمش کردان. کرد نیست، کردان. به نظر من اونجا یه منطقه ترک‌نشین بود. من اونجا سال تحقیقی انجام دادم، احتمالاً از همه اونجا باشه به این جایی که این اسم. خب برگردیم به من کتاب. من اول کتاب رو الان دوباره اون قسمت پلو برگردیم ببینیم چی گفته. با اما به اسم محمد از این مجمع از بحر دفع اغیار بخون حاومین بالا زیر تکرار. خسرو شیرین نشقی لشیخی و کل کلام الله کلام نمیدونم چیه. خب از این قسمت بریم بیرون، رفتی به اصل کتاب نداره، این بعدها نوشته شده. ولی اون چیه؟ نه این روح کتاب خونده هستش که احتمالاً بایبلو چی؟ مال اونجا مال این کتاب خونه هستش که این رو زده خریدی و زدی. اینجا یه چیزایی به لاتین نوشته شده که نمیتونم بخونم، اما اون زدنم نیست. هازا کتاب خسرو شیرینی لسان ترکی لشیخی. این لشیخی رو بعداً نوشتن، به هیچ خطی که در این کتاب نوشته شده تشبیهی نداره. احتمالاً یکی این رو خریده و هدیه کرده لشیخی، اما یه شیخش خریده و هدیه کرده. حالا شروع بکنید ببینیم چی میگه. به حمد الواحد الاحد القدیم و بسم الله ذالمن العظیم. عربی، این قسمت رو عربی شروع کنید. سلام الله یا خیر الانام علیک و علی النبیین الکرام. خدایا بیزد توفیق رفیقت، خدایا بیزد توفیق رفیقت، مقام حق تحقیق طریقت. عجب دوت حکمت توحید بابل. عجب دوت حکمت توحید bobul gözümüzden götür taklid خوابون. و اون زمان هم در اون زمان هم قضیه تقلید رو میزنن. میگون کنید اون شاعر چه چیزی میگه. عجب گشنه‌ایم دوت حکمت و
توحید با راه حکمت و توحید gözümüzden götür تقلید بابون. از چشمان ما این در و پنجره تقلید نگاه تقلیدی رو بردار. یقین نورینی جان چراغت، نور یقین رو چراغ جان ما بکن. گگülden zulmeti şekki irağı. Gögülden حالا ما امروزه میگیم gönül. gönülden zulmeti şekki irağı. iراق یعنی جدا کردن، دور کردن، تاراندن از دل ما، از دل. gönül دل نیست، یه چیز دیگریه، یه چیزی تعلق میگیره به عشق. gönül جای عشق، دل جای کینه هم میتونه باشه ولی gönül جای عشق. gönülden zulmeti şekki iراق. این شک و ظلمت رو، تاریکی رو از، حالا من دل ترجمه میکنم عراقش بکنم. حالا ما در جغرافیا 2 تا عراق داریم، یکی رو میگن عراق عرب، یکی رو میگن عراق عجم. عراق و اسم کشور عراق هم عراق هستش، عراق هستش. عراق از در زبان عراق. سبا و غیر بسریدن خلایق جلاغ. سبا و غیر بسریدن جلاغ. محیط ذاتی نه، محیط ذاتونیلت آشنا کن. نگاه کن اینجا باز که نون میشه. الان من نمیدونم در کنمشه به ذاتونیلت آشنا کن، این نون غنه بهش میگن دیگه. سبا و غیر بسریدن جدا کن. این جدا باید باشه، جدا کن یا بله جدا باشه. محیط ذاتونیله آشنا کن. از اون محیطی که با ذات که هستش من آشنا کن. گلم کوسالبر یا مرکبلن. Yolum kürsaldır, yolum kürsaldır, یا مرکبلن. راهم کوسال هستش یا اینکه اسبم مرکبم هر چی هست. مرکب اون حیوانی که باهاش راه میرم، یا اون دانشم، تجربه‌ام، علمم، دینم، اعتقادم ننگ هستش. یومون اغیار اعدا مهربم تنگ. اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم بخونم. یرم اغیار اعدا محربم تنگ. یرم یر جایگاه، اغیار اعدا محربم. این محرب چی هستش؟ تنگ. ای یعنی اینجا نگاه کنید معنی کرده این محربیم رو نگاه کنید. ای در عربی یعنی به کلمه یعنی هست. ای یعنی مراد من، یعنی باز مراد من، یعنی معنی میخواد بکنه. اینجا گفته ای یعنی گچا، احتمالا قاچماخ یری. محرب از حرب باشه، از کلمه حربه یحربو، محرب هم از اون باشه، حروب هم از اون باشه، یعنی فرارگاه. من اینجا اون قاچ اگه ندیده بودم قچماق، یعنی نمیتونستم بقیه‌شو حدس بزنم. و محرب اصلا یادم نبود که از کلمه حربه با هی حسن، هی هدایت نه با هی حسن. هی حسن میشه جنگ، با این بشه فرارگاه. میگه اون
yerüm اغیار اعدا محربم تنگ. جایی که هستم با دشمنان اغیار بیگانگان هستند. اغیار بیگانه، زبان فارسی برای ما بیگانه است، اغیاره، اراغد. و اعدا دشمنانم هم تنگ کردن و جای فرارم رو. حالا gözümde، نگاه کنید این علامت گذاری کرده خیلی کمک میکنه. gözümde بحر yok bir قطره شبنم، در چشمم دریا نیست یک قطره شبنمه. sözümde mehrubun kem zerre dürkem. Sözümde mehruben kem zerre dürkem یا ذره دز کم. ذره‌دن کم، این نونه، ز نیست. sözümde mehrubun کم ذره‌دن کم، در حرفم فرار از تو مهربان، این احتمالا همینه. sözümde mehruben کم ذره‌دن کم. الهی عاجز و هور و نحیفم. هور احتمالا معنی خار باشه. الهی عاجز و هور و نحیفم، قوی قوی باشه یا بیچاره، گوی بیچاره و سست و ضعیفم. قوی بیچاره و سست و ضعیفم. بلی هر ذره‌نün var bir vücudi. بلی هر ذره‌نün var bir vücudi. Kim eder mehri şovgiyle sucudi. Kim ederler بوده خط زده. Kim ederler مهر شوقیله سجودی. حالا هر کسی با شوق سجده بکنه. بنم اول ذره که مقدار یقدر. من اون ذره‌ای هستم که ارزشی ندارم، مقداری ندارم. نه یزدون gözleriysem vadi yoktur. هر چی که نوشتی نه یزدون، نه yüzden gözlerimsem، نه yüzden. اینجا نگاه کنید خیلی منو این علامت گذاری که میکنه آدم میتونه نه yüzden gözleriysem واری یکدور. به هر دلیلی که دارم انتظار میکشم اگر واری یکدور، اون ارزشی نداره یا حضوری نداره. وجودم اولا beynimde boynumda. Vücudum ola boynumda. Vücudum ola boynumda. Bu büyüktür. Vücudum ola evvela boyumda. Okey. Vücudum evvela boyumda büyüktür. Qaddam بلنده که هر bir zerresi tafden büyüktür یا tağdan büyüktür. اینجا تق به چه معنی هست نمیدونم. تف میتونستم بخونم که به معنی نمیده. تق حالا نمیدونم. وجودم اولا boyumdan büyüktür ki her bir zerresi tağdan büyüktür.
این تق اینجا معنی کرده، نه این نیست، این صفحه بعدیه، معنی صفحه بعد احتمالا. جو senden ihre bir zerre inayet. جو senden ihre bir zerre inayet اولا هر قطره بحری بی نهایت. ایره قبلا ها در اون کتاب عرض کردیم، در کتاب قبلی هم عرض کردیم بارها، به معنی رسیدن هست. اگر یک ذره عنایت از تو برسه به این، حالا تقدن، اونجا تق که خوندیم تقدن büyüktür. این تق چی هست؟ از اون بزرگتره. گفتش که وجودم اولا boyumdan büyüktür. این وجود چه وجودیه که از قدش بزرگتره، که هر bir ذره‌سی تقدن büyüktür. حالا اینم این تق به معنی چی هست نمیدونم، احتمالاً تاق باشه، سقف باشه، نه به معنی نمیاد. جو senden چو، این جو این دا جو senden ایره bir ذره عنایت، اگر از تو یه ذره عنایت بیاد، اولا هر قطره بحر، یعنی بحر بی نهایت. اون هر قطره که وجود داره میشه یه دریای بی نهایت، اقیانوس میشه. هیولا ظلمتیندن اصل ناسود. حالا اومد رفت کلمات فلسفه اسلامی، هیولا و ذات و ناسوت و تالوت و از این حرفا. هیولا ظلمتیندن اصل ناسود. من حالا اینجا ناسود یادم نیست به چه معنی است. هیولا فکر میکنم حالا بازم اینا رو بذارم، اگر برگردیم میتونیم اینجا بریم گوگل بنویسیم هیولا یعنی چی. ما بذارید من اینو، ما معنا هیولا فلسفه. الهیولا او الهیولا کلمه یونانیه تغنی الاصل او الماده، تعنی الاصل او الماده، به معنای اصل یا ماده هست. که اصل کلمه میگه که هیلا یعنی هیولا شده در زبان عربی و اسلامی، میگه که به معنای اصل و ماده هستش، یا ماده هست، اصل یا ماده. و هی واحد فی جمیع الاشیاء فی الجماد و النبات و الحیوان و انما تباین الکائنات فی الصور فقط. خب این از این. حالا اون یکی چی بود به جای هیولا؟ لاهوت بود، ناسوت بود، چی بود؟ ناسوت. اینو ناسوت اگه بنویسیم ببینیم ناسوت معناش چیه. الناسوت الطبیعت البشریه، طبیعت بشر هست. و یقابله اللاهوت به معنی الوهیه. حالا لاهوت رو اینجا معنی کرده در فلسفه، گفته که ناسوت به معنای طبیعت انسانی هست، لاهوت به معنای یه هستی الهی. اونجا گفته بود اصل و ماده، معناش این بود. ولی اینجا داره در فلسفه اسلامی داره میگه که ناسوت به معنای طبیعت بشری هست و در مقابل ناسوت، در مقابل لاهوت، به معنای لاهوت به معنی الوهیت، الهی بودن، الهیه شدن، خدایی شدن. اگه بخوام به فارسی ذلیل مرده چیز بکنم، تفسیر بکنم، میشه هیولا ظلمتیندن. اینجا به معنی ماده گفته، هیولا ظلمتیندن، از ظلمت مادی بودن. اصل ناسود انسان، اصل انسان. این کلمه اونجا گفته بود اصل، همین آورده اصل. ببینید اصل ناسود نه صورتدن göre ارواح لاهوت. حالا این صورت دوباره رفت تو فلسفه، göre ارواح دوباره اینم از کلماتی هستش که در عرفان و فلسفه اسلامی و دینی بحث میشه. لاهوت هم که حالا بذاریم اینجا بنویسیم لاهوت چیه. ناسوت و لاهوت هم لاهوت.
میگه که فی الفلسفه یشیر مصطلح اللاهوت الى دراسة طبیعیت الله، طبیعت الله و صفات الهیه. برمیگرده لاهوت در مورد طبیعت الله، صفات خدا، الله بحث میکنه و علاقت بین الله و العالم. یعنی وقتی از کلمه لاهوت صحبت میکنم با هیولا فرق میکنه. هیولا گفتیم ماده هست، لاهوت ناسوت صفات بشری است. لاهوت در رابطه با گفتش چی بحث میکنه؟ صفات الله، مثلا توحید، عالم بودن، خالق بودن، فیاض بودن، اینها صفات الله هستش. حالا اینجا دیگه شاعر نیست، این شاعر فیلسوفه، داره فلسفه‌شو، اون باورهای فلسفیشو در قالب داستان خسرو و شیرین بیان میکنه. یه جاهایی میاد اولش خیلی مستقیم از اون کلمات پتک رو بر میداره یا اون شمشیر رو بر میداره و کلمات رو دونه دونه، هیولا ظلمتن اصلنا، هیولا ظلمتیندن اصلنا سود، نصورتن جرا ارواح لاهوت، مجرد قلب ظلمانی گفستن، خلاصیله havaiyle havastan, çe gudsiler berg yüzünden ürenür, berg yüzünden ürenür, gözüme çeşm ola her sır mestur, derunum fikrin ile roşen ile, derunum fikrin ile roşen ile, burunum zikrin ile gülşen ile, bulumi sakla gıl sahvi zilalden, bulumi این احتمالا منی، ساقلاغل ساقلاmak و فکر میکنم این باشه. ساقلاغل این احتمال میدم که به معنی ساقلا و قل، دو فعله، فکر میکنم که اینجوری این کارو کرده. بلومی ساقلاغل صحوی زلالدن، دیلومی، بلومی اونجا منی، من اینجوری دارم فکر کنم، دیلومی اینجا میگه دیلوم، بلوم من اینجوری فکر کردم که حالا بلوم به معنی اینکه من رو، اینجا دلم رو، بلومی آریگل خشو خللدن، خشو خاکاک، اینجا هم خشو به معنی زبر و خلل هم همینه، یعنی مثل اسفنج که تمام سوراخ سنبه داره، از اون یه خشم و خلل، از زاید، خشم زاید، یه چیزی که زاید، خلل هم یعنی سوراخ سنبه. دیلومی آریگل آره etmek یعنی dedikçe جدا کردن، صاف کردن، تمیز کردن، اینجوری. دمی داوود ile tazelendür, demi Davud ile tazelendür, zeburin sözümün avazelendür, zeburin sözümün avazelendür, fesahat ver sefای مصطفاden, medet erer روان اسفیادن، bu خونی kim yazar ver can içinde ve can içinde, bu خونی kim yazar vet can içinde mübarek tale et devdan içinde, devran içinde, این devran içinde ki seyir ettikçe alem hürrem olsun, nedimi olan adam hoşdem olsun, cemalünden celal bulsun, nezerler zolalinden sefa tulsun, cigerler sevadi can gözün purnur kılsın. سواد اینجا به معنی سیاهی جان،
سواد به معنی سواد نیست، به معنی تحصیل نیست، به معنی سود هم نیست. اگر بخوایم اونجوری ببینیم به معنی سیاهی. سوادی جان gözün پرنور گلسن، این چشم جان در ظلمت تاریکی رو پرنور گلسن. سمایی دل yüzün مسرور گلسن. حالا این سما که در عرفان هستش، رقص سما، سمایی دل yüzün، دل، صورت دلت رو، اون سمایی هم به معنی سما آسمان هست، هم به معنی اون رقصه. مسرور گلسن، معانی bir can olsun melekvar، معالیل روان olsun felekvar، ogundıkça مفرح نامد دینسون، قلم جم یزدی مشکین خامد دنسون. حالا اینجا داره میگه این چیزی که من دارم می نویسم این رو مفرحش بکن و مشکین خامش بکن. اینجا خدایا اینجا زه گذاشته، نمیدونم، خدایا یاد نیله oldu جون یاد tamamen adin ile eyle abad، تو şirin eyledün dillerde fayin، شه دورانه شیرین ات جمالن، که بود در دیله فرهاد زمانه. حالا از فرهاد زمانه صحبت مونه، از فرهاد قدیم. قله لطفی لهمت خسروانه. اینجا قلم تغییر کرد، نگاه کنید، از اینجا تا اینجا بود، اینجا قلم یه مقدار تیزتر شد. bu خاکی مهر اکسیری ذراتسون، قبول کیمیاسی گیول کیمیاسی گوهر اتسون. این گیول چی هست؟ قیول چی هست؟ نمیدونم. قیول کیمیاسی جوهر اتسون، مراد اونین لا اولا شه بیکی معید، شه بیی معید، مراد اونین کی یا مراد اولا کی اولا شه بیگی معید گله عادیله عالمده مخلد، معید مخلد، گله عادیله عالمده مخلد. این چی بوده؟ شه بیی، هر کسی بوده، یه آدمی بوده که مراد اولکی، اوله شاه بیی معید. اون شاه بی هرچی بوده یه اسمیه، اون شاه بی معید، اون سفارش داده کتاب رو بنویسن. گله عادیل عالمده مخلد، خدا رحمتش بکنه که پول داده یا هر چی داده این کتاب رو براش نوشتن. گله عادیل عالمده مخلد، با همین اسمش در دنیا جاویدان بمونه. کرمسنگ و کریما فتح بابت، کرم سنون کریما فتح بابت، یووردی مستتابی مستجابت، یا بووردی مستتابی مستجابت. دعانون ایله düz şeyhi nizamin، دعانون ایله düz şeyhi nizamin، که جبرئیل آمین ایلیه آمین، که جبرئیل آمین ایلیه آمین. عنایت فیضی جون دکتی جواهر، گتر وقت دور ای صراف ماهر. حالا یه ذره هم از این توحید بخونیم ببینیم که توحیدش چه شکلی. تا اینجا از فلسفهش رو یه مقدار از فلسفه به طور خلاصه حرف زد، یه مقدار نویسنده رو خودش رو معرفی کرد. حالا خودش چی بود؟ نویسنده نظامی بود دیگه. دعانون ایلت در،
یا دعانın eyle düz şeyhi nizamin، یعنی شیخ نظامی رو دعا بکنید. دعاتون یا دعانون eyle düz şeyhi nizamin که جبرئیل آمین ایلیه آمین. شما دعا کنید نظامی رو، بذارید جبرئیل هم آمین بگه. آمین. الله رحمت الله نظامیه. عنایت فیضی جون دگدی جواهر. عنایتی اومده، فیض عنایتی براش اومده مثل جواهر ریخته رو قلب نظامی. نظامی هر کلمه رو اینجا مثل جواهر میدونه. götüre وقتدür، گتور وقتدür ای صراف ما. حالا بیار ای صراف ماهر، وقتش الانه، الان بیا اون کلمه ها ریخته. توحید باری از توحید باری از اسمه، اسم توحید باری اینجا به معنی الله هستش. چو بسم الله دور دهر درد هر فتح مفتاح. چو بسم الله دور هر مصلاح درد دور، نه اینجوریه. چو بسم الله دور دهر فتح مفتاح فتوح ابواب آچر دنسه فتاح. دنسه یعنی اراده بکنه، استسه، دنسه استسه. Bu فتح اولدی جو حق توحیدینه راه زهی خوش فاتح الحمد لله. سپاس و شکر منت اول آخر اول آخر. سپاس و شکر منت اول آخر. آنا چی اولدورر هر پنهان ظاهر. اونا چه اولدورر yok. اینجا اولدورر شده، نگاه کنید، ولی این اولدورر نمیتونه باشه، یعنی اولدور یعنی اولدورر. البته یعنی اولدورمخ بخونیم، آره بله اولدورمخ بخونیم اینا، یعنی خلق میکنه، ایجاد. اولدورمخ، اولدو اولدو oldum oldun oldu oldurdum oldurdun oldurdular oldurduk oldurdunuz. İn ana ki oldurur her پنهان ظاهر. گمو دیروز گفتم به نظرم میاد در اینجا که خوندم به لغتم مراجعه میکنم، به نظرم همه به معنی همه، کل. گمونون اولی الا اوکی yok یا önü yok. گمونون اولی، حالا اینجا گمو اشاره میکنه به الله، تو نمیدونم چرا به معنی همون نشد اینجا. گمونون اولی الا önü yok، آخر نداره، انتها نداره. ön من اینجا اوکی خوندم، این نون باز خونده میشه önü. اوکی اگه بخونیم باید بگیم در قدیم نون اینجا خونده میشه، مثلا میگفتن اوکی yok. dükünün آخری illa suki yok. dününün یعنی دیروز، گذشته. آخری دیروزش، آخری ایلا سوکی yok. اینم سون باید خونده بشه. سونی yok. ایلا سونی yok. dününün آخری دیروزش آخر ایلا سونی yok. سون نداره. سون یا نهایت. چقدر این ترکی اینجا دیگه خیلی از کلمات عربی هم استفاده نمیکنه. آخر هست، ظاهر و پنهان، اینها دیگه کلمات دینی فلسفی اسلامی هست. زهی موجود کی یارتی قدمدن. زهی موجود کی یارتی قدمدن نهار عالمی لیلی ادمدن. زهی حی kim üzendürdü hayati. Zehi hayyi kim üzendürdü hayati.
فانی و باقی پاک ذاتی. این گمو همو باشه، فکر میکنم به همون چیزی که الان به فارسی میگن همو، این در ترکی گمو باشه. گمونون، همونون، همون. اینجا هم گمو فانی. زهی حیی کم üzendürdüğü hayatı. üzendürmek. حالا این الان تو ذهنم بود که یه مثالی هم براش بزنم، ولی الان üzendürmek فکر میکنم به معنی یک چیزی مثل بزنماخ. üzendürmek، بزنمک، özenmek یا از کلمه مثل özlemek، özüm، احتمالا از این کلمه بیا. özendürdü حیاتی یعنی رنگ خودشو زد به حیات. گمو فانی و باقی پاک ذاتی. همه یا همه چیز فانی و باقی، فقط ذاتش باقی هستش. زهی قادر که آنا خلق کونین اولا احوان کی سا احوان که سا که طرفت العین. حالا اینجا موندم تو گل. اولا احوان کی سا نه طرفت العین. این چی میشه؟ احوان که سا این کلمه، این هم حالت که نیست، یه چیزی هستش مثل نقطه یا تشدید این بالا گذاشته که ها طرفت العین. علیم ال رسمت دور هر بر و بحر که بلور کائناتی ذره ذره. بره بحره اینجا میشه علیم ال رسمه دور هر بره بحره که بلور کائناتی ذره ذره. سمیع آیلا. حالا اسامی خدا رو داره، اسامی نه، صفات خدا رو داره میشماره. اینجا علیم رو صحبت کرد، اونجا قادر رو صحبت کرد، اون بالا حی رو صحبت کرد، اون بالا موجود رو صحبت کرد، اون بالا اول و آخر و اینها رو صحبت کرد، اینا پنهان و ظاهر رو صحبت کرد. اینا صفاتی که به الله نسبت داده میشه در فلسفه اسلامی و فکر اسلامی و این داره اونها رو توضیح میده. سمیع اینجا در مورد سمیع بودن که حالا در یک کتاب دیگر اینجا رو یه مقدار توضیح دادیم. سمیع آیلا کی؟ سمیع چنان آیلا ایله بیر. سمیع آیلا کی دعوات خفیات گتینده شنین لأصوات رفیعات. بصیر، حالا نوبت بصیره. اول حدکم کم مور ایاغن ججع ایله گرور کم جن چراغن. کم کن چراغن. کن اینجا کن کلمه دوباره خلق که خدا وقتی اراده کرد چیز رو خلق بکنه، اولین چیزی خلق کرد دو حرف بود عبارت از کاف و نون در زبان عربی به معنی کن یعنی ایجاد بشو. مرید اولم مرادوندن دعا کم دکل یردن دگل یر ذره دگل پیش یا کم. اینجا هم باید کم بخونیم. مراد اول کم مرادندن دعا کم یا دعالم دکل یردن دگل پیش یا کم. اینجا من ذره هم میخونم یر ذره دگل یر ذره دگل پیش و یا کم. کلام آنون در کم نون و کافی.
همون بالا اون کن رو داره اینجا توضیح میده. کلام آنون درر کم نون کافی قلب در کائناتی امریندن کافی. چه موجود ایلدی کونین جودی دلیل وحدت دی هر وجودی. حالا داره اینجا توضیح میده. من برای اینکه خیلی طولانی نشه، من فکر کنم تا الان 1 ساعت، بیش از 1 ساعت 1 ساعت 11 دقیقه صحبت کردیم. از هر صفحه یه دونه یک صفحه رو تلاش میکنم بخونم و برنامه رو تموم بکنیم. بعدی اینه که دیگه از یه جایی ببرید صدا نمیذاره و من نمیتونم اینو بخونم. اینجا صفحه 105 هست، برگردیم صفحه 100 رو بخونیم. çevirdir her megalün bir megami. çevirdir من اینو çu هستش. çevirdir her megalün bir megami ne yelsün sirri hami denme آمی. دگم آمی هم میتونیم بخونیم. دیم سورگر دیم سözگر ki حاصل گلاش سلوت دیم سözگر ki حاصل گلا سلوت ولی شل شرط ile kim ola خلوت. Yegirdi kim tağildiler kendiden. Yegirdi kim tağilden. تاغل به حالا اینجا اونجا تاغل که بود نتونستیم بخونیم، الان اینجا ذهنمون. تاغل در زبان ترکی به معنی چیزهایی مثل گندم گفته میشه. اونجا هم یه اشاره کرد که از تاغل و اینا بزرگتر و کوچکتر و این همین بود. یوردی میخورد کیم تاغلدلر گتیندن تاغلدر گتیندن. یوردی کیم تاغلدلر گتیندن نبات نعش و نبات نعش و آرای صحبتدن. احتمالا اینجوری دارم میخونم، حالا اینجا خیلی خوب نمیتونم بخونم من. صحبتندن نبات نعش و آرای صحبتندن. تو حالی جردی میدان سخندان. تو حالی جردی میدان سخندان dilinden ürdü söz tüyne çoğan. توینا çoğan. که بو نقش دل تصویر جانون. که بو نقش دل تصویر جانون نشانون verir ol شاه جهانون. نته شهچی آفتاب 7 کشور. چه گلوریدی اقلیمی منور. جهانون تحتگیری تاجداری. جهانون تختگیری تاجداری. فریدون سکندر یادیاری. 8 cennet güneş yüzünde zerre. 9 kögül خونinde tere. 8 cennet güneş yüzünde zerre. 9 könül خونinde tere. Felekler purçeminün çemberidir. Felekler purçeminün çemberidir. Keça hüsnünde hali enberidir. Saha vücudinin
geyzinde alem, feyzinde alem, saha vücudinin feyzinde alem degen olsa, diyen olsa, dögül bir qətrə şəbnəm, degül bir qətrə şəbnəm. Yerinin safihisi hurşid fasli. Yerinin safhisi hurşid fasli hasab ya batinde dür. Hasab bayendedir çeşmid asli. حسب باینده دور چشمی در اصلی شهنشه خسرو و پرویز بیروز که دون کن صحبتی در قدر نوروز بو شöyle شو دگل سهر افسون اوگویدی kim bu leyli oldu mecnun. Nitekim töksine kuş ederdi. Nitekim töksine kuş edirdi. Gehi heyran olup geh cuş edirdi. Edirdi bəli, in edirdi. دبر دوردی شاوردی آردی. دبر دوردی شاوری آدردی. حالا اینجا بیاد افتادیم تو چیز اینجا نجاکم dimlek dekmek istaya sürdü. Hala ticakim dikmek istaya sürdü. حالا دیگه ببخشید دیگه اولین بار دارم این شعر رو میخونم و پریدم، حالا داستان از ذهنم رفت، نمیتونم. برگردیم صفحه 200 رو هم یه نگاهی بندازیم ببینیم که اینجا 200 چی میگه. آگتی شل قدر قند و نباتی که بیرون شکر oldu هر نباتی. بیرون دی که ییرون شکر oldu هر نباتی. البته این یورو کرم میشونیم بخونیم. گلاب ال دگل سجمشتی ترابه. گلاب ال دنلو سچمشتی ترابه که آب المزدی جلابی حسابه. گرولدی سایبان جترو خرگاه. گرولدی سایبان جترو خرگاه. ایرلدی تاق ایوان تحت درگاه. کز ازدکنجه. حالا اینجا بیا کزاید dökünce küz ed dökünce külden xərmən etdi. köz میدونیم که به معنی آتشی که سوخته و یا هیزومی که هنوز سوخته و داره قرمز هستش بهش میگن köz. köz o dünce gülden xərmən etdi. حالا احتمال میدم داستان حضرت ابراهیم رو داره اشاره میکنه.
احتمال میدم که به داستان حضرت ابراهیم اشاره میکنه که میدونید آتش رو روشن کردن، داخلش انداختن و اونجا به گلستان تبدیل شد. حالا اینو میگه köz ed dükünce، حالا اینجا رو نمیتونم، külden خرمن etti senasın tağdaşi gülşen etti tağdaşi gülşen etti şüvet gülü havza döktü dürrü cevher şu düklü havza döktü dürrü cevher latif و پاک و شفاف منور که عکسی پرتو آتوب سایبانه گلر بکدش نجوم آسمانه iki yana iki tahtü müretteb düzdü her hem havzi mülemme گرو هر تخته وضع etti cüherler کرو هر تخته وضع etti cüherler که نو دندن تو دندن گماشردی نظرler گماشردی نظرler گماشmak که تو دندن، این تو دندن احتمالاً تو دندن یک کلمه هست به معنی از شوق، شوقی که از یه چیزی بیاد به چشم ما بخوره، مثل آینه که مثلا نور خورشید رو منعکس میکنه به ما، این شوق میگن در زبان ترکی اگر فراموش نکرده باشم. این رو فکر میکنم میگه که تو dindden gamaşurdi nezerler düzeldi tün her ayiniyle erkan her ayine erişir ande sultan yekendi hüsn و ol tertib gayet bekendi hüsn و ol tertib gayet gılur şavre تحسین بی نهایت گلور شاوره تحسین بی نهایت dedi var indi ol can münzeline yel ol eriş Süleyman münzeline veli ahiste as ey yar نازوک ولی آهسته آس ای یار نازوک که دیمز ییله اول دلدار نازوک تو آسفسیز هر ایسته جان سندن ادور دم هم چون اردی پادشاه یارسیندن. حالا افتادیم تو چیز دیگه، یه مقدار صداها کمه و واروب هد بگی کشف ایلیا واری واروب هد بگی کشف ایلیا واری گرنجادن یه tür سود و نیازی گرینجا قارشقا galanın sendi kim ihsan sendür dilim sensin دلیل can sendür. حالا دیگه بریم صفحه 300.
اشیر گله. حالا از مثنوی بخونیم ببینیم از اینجا چی میشه. گمو عقل اهلی بلور ظاهر آنی. گمو همه، حالا عقل اهلی بلور ظاهر آنی، ظاهر اون رو عقل انسان‌های عاقل، کسانی که بر اساس عقلشون رفتار میکنن، ظاهر اون رو میبینن. که بوی مشک عشق علمز نهانی، چه گر احوال عاشق مستتردür. چه گر احوال عاشق مستتردür ولی عشق محبت پرده دردür. که اولا عشق دردی آشکار، که اولا عشق دردی آشکاره، مفید المز مداو امرا امداره وامداره، احتمالا باشه وامداره. که مفید المز مداو وامدارا. ملامت لکتر اول عاشق یار، خدا بلور کی نولur آخر کار. چون oldu قصه فرهاد رنجور، گمو dillerde و illerde مشهور. دیلر و ایلر باشه. ایلر اینجا نوشته، هم سالها میتونیم بخونیم هم به معنی ایلر. Biri mahremlerinden taxtgahun. Biri mahremlerinden taxtgahun der old hali gatinde padişahun. Der ol hali gatinde padişahun. Ki şirin eşkine Ferhad miskin, nece saldi gögülden can şirin. Cahan tuldi hadis dastani, müfessirler rivayet kılır ani. Damağın çu şiş sud otutdur. Dura. Tübdüre koyup şehri ره صحرا tutupdur. اینجا هم tutupdur باید باشه. دماغی جوشش sevda tutupdur. Koyup şehri ره صحرا tutupdur. Baş açık yalın ayak mestü heyran. Gılur taği yotaşi keşt و şiran. Ne istiden aşağı turne soyuktan. Ne istiden aşağı goruna. Ne istiden aşağı goruna soğuktan. Ne kılıçtan hazar gülür ne oktan. حالا issi، ما امروز هم issi میگیم، در تبریز میگیم issi، گرما. نه issi'den aşağı türüne bürünmek خودشو پوشش میده. soğuktan سرما. نه kılıçtan hazar gülür نه oktan. نه از hazar پرهیز میکنه از شمشیر kılıç، نه از ok. Kögülde eyle kıldı mehrini tak. Ki eyder bir görmeke beyk canini terk. Kögülde eyle kıldı mehrini terk. Ki eder bir görmegine bin canini terk. 1000 بار این جانشو برای یک نگاهش ترک میکنه. بریم صفحه 400 رو هم یه صفحه از صفحه 400 بخونیم.
خیلی اینجا میبینیم که خط خیلی چیز کرده، بزرگتر شده. ببینیم اینجا یه داستان اولی داره، یه جایی هستش که بتونیم بخونیم یا از وسط داستان میپریم نمیفهمیم داستان. از اینجا بخونیم. بازگشتن خسرو و محزون از قصر شیرین و شکایت شاورا. شاورا اسمه، اونجا هم خوندیم همون اسمه. چوینه سبزدن شیرین غزاله. چوینه سبزدن شیرین غزاله. یین وردی بیر زرینه جاله. چوینه حالا صدا هم نداره، از اینجا باید دیگه غلط میخونیم، نمیتونیم بر اساس اون چیزی که شاعر نوشته و اراده کرده و در اون زمان کلمات خونده میشده، در شعر هم تغییراتی در اتفاق میفته بر کلمات، دیگه از اینجا به بعد خیلی سخته که بتونیم بخونیم. توی نه سبزدن شیرین غزاله. ینب وردی بیر زرینه جاله. هزار هبره ایردی تمنگیر. هزار آهو بره. هزار آهو بره ایردی تمنگیره. Bu سبزستانه ağızlar پرشیر. Bu سبزستانه ağızlar پرشیر. Düzelttiler şu denlü nafeye Çin. Düzelttiler şu denlü nafeye Çin که olmuştu cihan آنافی مشکین. اینجا من آفاق باید بخونم ولی اینا آنافی اکنافی، اینو باید اکناف بخونیم. Düzelttiler şu denlü نافه چین که olmuştu جهان اکنافی مشکین. شهنشه ماه آهو چشمیدن دور. گلور حیرته سن حیران مسحور. کدر یاد ایلیه عقل باشتن. گدر با دیله ییله عقل باشتن. گله ایلایب گروری یشتن. بیا گل aylayıp guruları yaştan. Ayırlayıp ihtimalen باشه. Gel aylayıp ayırmak بکنه، جدا بکنه. guruları yaştan. gelindi leşkerine zar و محزون. اتاب و ننگlerden اتاب و ننگlerden باغری پرخون. باغری پرخون. اتاب و ننگlerden اتاب و نکtelerden احتمالاً نکteler. اتاب و نکtelerden باغری پرخون. کدر اردینه باغ یونی گیرو. کدر اردینه باغ یونی گیرو. Ömer kim rahmede yar periru. Nece yalvardıysa etmadı assi. Nece yalvardıysa etmadı assi. Sefayip gatı taş olmadı yissi. Sefayip gatı taş olmadı yissi. Dilini gerçi tiz etti kılıçtan. Ne taştan kesti bir kıl, ne خود içten.
کدر ایله تریفیب ایچی تاشی. تریب اینجا به من اریمخ فکر میکنم باشه. کدر ایله تریب تارامخ هم میتونه باشه. تریب ایچی تاشی که استر جگلو سیله ایده سو آشی. حالا اینجا باید خیلی دقت بکنم به معانی کلمات تا بتونم درست بخونم. کدر ایلر طریقب ایچی تاشی که استر جگله سیله ایده سواشی dua kılır ki şabdizün ayağı. Dua kılır ki şabdizün ayağı sana yaxud çıga aksirde yağı ki aklanmasın sana. Ki aklanma sana ola bahane. Ki aklanmasına این حالا عقلانما یا عطلانmasına باشه یا عقلانmasına. عقلانmasına ola bahane مگر kim bule derman درد جانه eder ki سوز و زار و ناله و آه erişti لشکره ادون شهنشاه. بریم صفحه آخر رو هم بخونیم و چون الان فکر کنم 1 ساعت و نیمه که داریم روی این کتاب داریم کار میکنیم. بریم از اینجا ببینیم اگه بشه یه جایی. حالا از همین صفحه شروع بکنیم. صفحه آخر. اگول ادمز چو شاهن زرتبینه. حالا این چی میشه؟ فرتبینه بشر گندان آنون قدر بی قدرتینه. اگول ادمز چو شاهن اینجا این کلمه رو نمیتونم بخونم. میشه فورتلیتینه. حالا این نمیتونم. بشر گندان آنون قدرتینه که مدهنده غزل قلسی آغاز. چه مدهنده غزل قلسو آغاز و یا وصفینده گل ایلایه آغاز ولی گلمامغه بو نسخه ابتر. ولی گلمامغه بو نسخه ابتر گلمامغ بو نسخه ابتر شهن ذکریله ختم oldu سراسر تمام اول وقت اولور کی اول بدر کامل اولا هر نقصیل اگر آنه مایل. تمام اول وقت اولور کی اول بدر کامل اولا هر نقصیل آنه مایل. قبول ردی اروغون دگل خوش. احتمالا ایرونون. قبول ردی ایرونون دگل خوش ولی شاهون قبولی اولا دلکش. این ایروغ باشه. ایروغون عراق، همون عراق، دیگران غریبه ها. قبول ردی ایروغون دگل خوش. اونها قبول بکنن و اینا خوش نمیاد، قبول نیست. ولی شاهون قبولی اولا دلکش که زیرا شاه دودا که زیرا شاه دودا
دودان بی ید من دلدر میخونم اما اینجا یه هم هستش، نمیدونم. یلادر چه زیرا شاه دوتان بی یدادر طلوع فضل و هنر عالم و عالم در. حالا طلوع فضل و هنر علم و عالم عالم در، علم و عمل در. ببخشید اینجوری باید بخونیم که زیرا شاه دوتان بی یدا دلدر بی یدلدر یلادر یلیدر طلوع فضل و هنر علم و عمل در. چنانچیم گیله کیوان خیره آهن یخاکم اوله önün cengine ceng. یخاکم گله کیوان خیره آهنگ یخاکم اوله oyun cengine ceng. یخاکم روشن اوله کین جمالی یخاکی اوله oyun بدر و هلالی یخاکم مشتری سعدیده طالع یخاکم مشتری سعد اده طالع یخاکم اوله اتارد خیره راجع oldu arş افسری küresi سریری oldu arş افسری küresi سریری جهان چاکر جهان با دستگیری الهی عاقبت محمود گردان محمود کردان میسر جمله را مقصود گردان. تمت رو گذاشت، تاریخ رو خرره فی شهر شعبان المعظم 995. دوستان کتاب بسیار جالبیه و ما رو حالا اون ترک ناشناس های دانشگاه رو بیارید بگید آقا بیا اینو در خسرو شیرین دیگه به این زیبایی. ما فقط چند صفحه ازش خوندیم در این 1.5 ساعت. البته خیلی هم من بعضی وقتا میرم سخنرانی یا میرم مثلا کارهایی میکنم که به هر حال به متن نمیخوره یا میام ترجمه میکنم، ولی واقعیت اینه که ما با خوندن این قسمت ها که صداگذاری شده میتونیم بقیه قسمت ها رو بخونیم. البته با یک بار خوندن نمیشه، باید 10 بار خوند، معنی رو فهمید، باید شاگردی کرد، باید یاد گرفت. متاسفانه من بدون استاد دارم برای خوندن این کتاب ها تلاش میکنم. متاسفانه اونجاش که بدون استاده ولی دارم تلاش میکنم. خیلی خوبه و به نظرم خیلی تا اینجا خوب اومدم. یعنی الان این 98مین جلسه هستش که من دارم این ریاکاری رو میکنم و این کتاب ها رو در اینجا لایو میخونم. برای من مهم نیست کسی بیاد نیاد، بیاد ببینه بگه خوبه بده، اینها اصلا اینها برام مهم نیست. مهم اینه که من یه کاری رو با اراده خودم به همت خدا و به الله و لطفش و فیضش شروع کردم و فکر میکنم خیلی هم خوب اومدم تا اینجا و فکر میکنم که اگه این حرکت رو ادامه بدم در آینده بهتر هم خواهد شد. فکر میکنم بیش از 1.5 ساعت که 1 ساعت 45 دقیقه است که 46 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. بس تا اینجا. روز و شبتون بخیر، به امید دیدار. تلاش بکنید، تصمیم بگیرید، راه بیفتید، نگران نباشید. وقتی راه افتادیم تمامی راه ها به تدریج پاهای ما برای گذر از این خاش و خاکاک و خار و سنگ و شن و ماسه و صحرا به ما کمک خواهد کرد، عادت خواهد کرد، اینها براش طبیعی خواهد شد و ما میتونیم از اینجا بگذریم و میتونیم یاد بگیریم. هر چیزی رو که